هیچ بر گجر بلوچ دوست نبود تا یه حکومت. حتی آل لگورانی که حکومتش همکاری کده به خاطر پول همی داد علی غلامی کسته من روی چی؟ من دستا رسد من روی جان نیمگا زیگین روچا 22 مرداد جنگ بی و کشک بی همشی گوشی که مواد 25-30 نفر چه جوانان بلوچ و ورنایانی که حکومت چند لرتگ آنه بگارش بکن من ربطه کشته آخر عاقبت چی بوده؟ حکومت ما جنده کشیده. همین چون سال پیش چند نفر دیگه چه سران و سرداران و نزان و ریش سفیدان منطقه بلوچستانی سیادان و وارثان و براتان نامانش نگیرون آیان همچو جنگ بودن کشک بودن با وجود که دست رزمیش هسته پوچ پلنگیش هر روز گرا بوده جت کشتنتش رنچ کشک گوشتش که ما اشرار کشته لحتی. شما از نگاه گجر همیشه شرورید. فرق نکنده که شما پوچ پلنگی گرا بکنید پارسی خبر بکنید و حتی تی مذهب عوض بکنید. تو بلوچیه بخاطر تو بلوچ بگه هم که مانته آیی ترا یک همیشه یک دستمال کاغذی چاری خائنی چاری ترا تاریخ مصرف هست. تو گاهی همکاری کنه گاهی وزارت اطلاعات دفتر سرا چیرکایی روی ترا پول ده ترا حمایت کنه ترا نزانو گوشن برام فلان عملیات به ما انجام بده ولی والله قسم ترا ارزشی نیست یان چند من تو ترا تحقیر کنه ترا توهین کنه. هر زمانی که به توش نیازی به تو حلاس ببی ترا جنن کشه. هیچ کس تی برات نبی بجوستی بلوچ جنده هیچ کس تی گوهار نبی بجوستی تی بلوچ گوهارا. کسی که تی سرزمین استعمار گوته آیی ترا یه مزدوری چاره که بخاطر پول چند صباحی کار گرک بی و تی جانب بچه که شرایط همانی مگر با اینکه نتاو چه حکومت نیمگا ساپورت بی و چه نه مردم نیمگا و خدا رحم بکنته آ مردمی سرا که خدا آیا رسوا بکنتو بجا همی پیما که مردم هم ای رسوایی بگنده و ای جنگ واسطه دنتان تیز بکنه و ای جاگاه مبی مردمان کرده. شو فکر کنه که شما جنه کشه بنده چیرکایی کار کنه که حکومت ما سرپد نبی مردم سرپد نبی. خدا ایزانته که تک تک ایشان ثبت بسیاری از همین گزارشان ما دستا رستگم ما ثبت کتگم به غیر از ما مردمان دستا هست مرو چی ثبت نه هم بانده حتما مردمشون یار رسینه پوشی که ادارات تحت تسلط مردم در یانته شو که تمام ناما آدرسان کاران که شما پیشان کتگن در یانته کجا رو بجه رو چیه بکنی وقتی سندام هستن و تی ملک تو که شما رو جاگاه نبی همین مردمان جن شما پوچان در همین مردمان جن شما رو پت لعنت کنند پیشش دیر ببی جهد بکنید و تی رفتار عوض بکنید. صد مردمش کشت می جنینان سر تجاوز کردن شما غیرت اگر نجنبته حرکتی نکته تو په هر چیزی واسطه بهانه در جگایی که یک همکاری گویی بکنه لوده و تر توجیه بکنه فساد یا یک جنایت مرتکب ببی از نگاه مردم تو خیانت کنه که جنایت کنه گاهی دلیل به تجنده درد وارتین این روچه یاد بکن که تر یک کلیپ ما یه خبران رستگن تو گوش داشتگن تر یه مردم ها همی هنو فوروارد کنه گاهی و تی دستی رسیه نگاهی تو گوش داره گاهی یه روچه حیال هم بکن. اگر همین 10 سال پیش بلوچستان ساکت و خاموش هیچ توار پر نیسته مروچ بلوچستان مسترین جنبش در سر تا سر خاورمیانه تو بلوچستان تو کای که یک 9-10 ماه تو که ادامه پیدا کن کجا هستی؟ این مردم انقلاب واسطه پادی آیگان یه مردم وقت خونش به جوش آیگه این چه جنایتشان سر بگانی شان کسانی که جنایتکاران همراهنشان جنگان کشتگانشان سر رحم نکن تر اگر وجدان نیسته چه ترس چه خدایت نیسته ترس چه مردم ها بکن در غیر صورت ها تو وجدان غازی بکن همکاری بند. اگر تو فکر همکاری من مکن دگری رو کنته تو همکاری مکن تو خیانت مکن آدگراند و تی مسئوله تو تی خیانت مکن نه اگر من یک کار مکنم گود دگری پروای ننته دگری هم نتونم بپروانه اگر پروانیتش آی هم جدای بیتن چه رژیم جدا مبیته آی مورد خشم غضب حکومت قرار گیری و مردم قرار گیری رو در بگو چه وضعیت چون سال دیگه وضعیت سک عوض بی همین چند سال پیش بلوچا اولین نفران تن که با انتخاباتان شرکت کو هم کی رو در برنامه تو که شون تو که سیاسی شون شرکت کرد وضعیت عوض بود تو نگندگای تو تی چم کوره تی دل تر توجیه یارگان درس عبرت بگیر چه مردمانی که حکومت جند آنا کشیده خاطر پول و تی ملت راجا خیانت مکشن دب په حاکاش سکوت گجرا من زندگی چه ما گبته تمام چیزی چه ما گبته
تو به خاطر چند میلیون تومن پول روی تمام چیزان بهای کنه، تمام ارزشان سر پا دیار کنه که پیام چی دستا راسته کنی فکر کنی سر شپا هنچ ما وقت چمان که بنده خیال بکن که تو آینده تر جهنمی تر هستی، هم جهنم آخرین هم جهنم دنیایی یه مردمانی دستا. امید کنم که یه پیام منیش می دستا برسی که طبق همایی ها که زندگی بچنید و بر بگردید به سمت مردم بیاید. این نمیگه بچارید که آینده طهاری بتشمه، اما بهم که شما مردمان زندگی طهار بوده و همراه بوده که گجر به طهاری کنگا به تو پاک ببین، یک دست ببین مشمار کول دام. ما وقتی تو پاک و همراه و هم دست ببین گجر نتونید تمی سرزمینه بدارید.